سال 99 یه کافه اجاره کرده بودم. 3 ماه آخرش مصادف شده بود با کرونا و تمام کافه هم بسته بود. ما این بنده خدا گفتیم حالا که درش بسته است ما باید 9 میلیون کرایه رو بدیم. گفت به خدا ندارم من. ما 3 ماه آخر رو 27 میلیون تومان به این بابا اجاره دادیم. ماه آخرش گفت 500 تومنش نده، حالا تو کاسبی نکردی. گفتم قربونه دست درد نکنه، بوش میاد کافیه. اینجا رو داشته باش. چند وقت پیش داشتم یه جایی رو بازسازی میکردم، بعد نخاله هاشو میدادم خاور ببره. توی ترافیک یه خاوریه پشتش شماره تلفن زده بود، شماره تلفنشو برداشتم زنگ زدم بهش، آدرس دادیم، اومد برد و طی کردیم. انقدر یه تقریبا 1 ماه 1 ماه و نیم بعدش با اون بنده خدا که داشتیم اونجا رو بازسازی میکردیم بهش گفتم پول فلانی رو دادی؟ گفت من ندادم. گفتم من فکر کردم تو دادی. کاری نداریم، زنگ زدیم به اون بنده خدا بهش گفتم فلانی این نخاله ها رو که اومدی بردی پولشو نگرفتی؟ اما من دیدم دست تو بنداییه. گفتم حالا خلاصی از اون کار میای، حالا پول ما رو هم میدی. همه نون در آوردنش همون ماشینه بود و اون آدمه 10 جا اجاره بگیری داشت. میدونی گدایی صفته، پولداری صفت نیست. سریعترین آدم دنیا رو تو میتونی بری پول بدی کتونیاشو بخری، ولی سکوشو نمیتونی بخری. تو وجودت باید قهرمانی باشه.